با سلام و درود خدمت دوستان عزیز از سایت مارکت وردپرس. امروز آموزش افزونه WP راکت یا موشک وردپرس داریم، نصب و تنظیمات پیشرفته اون. ابتدا در قسمت افزونه تازه، قسمت بارگذاری افزونه رو انتخاب و نصب میکنیم که 1-2 دقیقه بعد نصب طول میکشه. حالا ما چه قبلا اون رو نصب کردیم، یعنی افزونه های نصب شده میبینید که افزونه ما نصب شده. بعد نصب فایلسازی افزونه رو انجام میدید. برای دیدن تنظیمات افزونه در قسمت تنظیمات WP راکت میرید وارد میشید. افزونه WP راکت افزونه بسیار قدرتمندی در بخش بهینه‌سازی و سرعت سایت هستش. اولین بار که وارد افزونه میشیم یه سوال از ما میکنه که اجازه جمع‌آوری اطلاعات سایتتون رو میدید که برای آپدیت های بعدی از هم استفاده بشه یا نه. حالا ما اجازه نمیدیم. خب در قسمت سمت راست تپایی رو میبینید که با استفاده از اونا میشه تنظیمات افزونه رو انجام داد. لایسنس ما افزونه رو میبینید که نامحدود هستش. سرویس CDN مخصوص راکت است که ماهانه حدودا $50 میگیره. در صورت نیاز میتونید خریداری بفرمایید. برای پاک کردن کش از اینجا میتونید کش هایی که جمع شده رو پاک کنید، یا از اینجا قسمت پاک کردن کش، امکان پاکسازی کش بعد نصب هر افزونه یا هر کاری که واجب انجام دادید یا سایتتون به هم ریخت میتونید انجام بدید. این بخش پیشخوان هستش. در بخش کش موبایل رو داریم که همیشه فعال کنید. قالب های جدید چون سیستم های دستگاه و تبلت و گوشی خودشون قالب های جدید دارن، نیازی به این نیست چون باعث به هم ریختگی سایت خواهد شد. اگر کاربران زیادی وارد سایتتون میشن، سایت آموزشی هستش، میتونید از این تیک به عنوان فعالسازی کش برای کاربران فعال کنید، باعث افزایش سرعت میشه. در این قسمت میتونید ساعت بذارید، مثلا 8 ساعت که 24 ساعت میشه 3 بار در روز کش رو خودش خالی میکنه و دوباره جدید میسازه. در صورتی که تغییرات زیادی انجام میدید هر 8 ساعت میتونید افزایش کاهش بدید. به صورت استاندارد 8 تا 10 ساعت استاندارد هستش. ما در اینجا فقط دستگاه موبایل رو فعال کردیم. سایت معمولیه، کاربران زیادی واسه ثبت نام نمیان، فقط سایت فروشگاهیه. در قسمت بهینه‌سازی فایل در این قسمت کاری که انجام میده بین خطوطی که فاصله داره فاصله ها رو حذف میکنه و باعث کاهش فایل میشه. بهینه‌سازی رو که فعال میکنید 2 تا گزینه داره که به صورت حذف CSS بدون استفاده، CSS به صورت غیر همزمان. در مورد اول بسیار سرعت سایت بالا میره و آماده میکنه فایل های CSS رو. در قسمت دوم بیشتر سایت وردپرسی هماهنگ نیستش و CSS های مورد نیاز رو انجام نمیده. پس ما فقط گزینه اول و تایید میکنیم که اگه تست میکنیم که به هم خورد دوباره اصلاحش میکنیم. در قسمت جاوا یا GS فعالسازی همون فاصله ها و کتا رو انجام میدیم. ادغام برای بعضی پیش‌سازا به درد میخوره ولی در بیشتر سایت ها ارور ایجاد میکنه. بارگذاری به صورت تأخیری خیلی تو سرعت سایت و رندینگ بلوکینگ مرورگرتون انجام میده، خیلی مهمه. در قسمت سوم تأخیری جاوا اسکریپت، اجرای جاوا اسکریپت، مثلا ابزونه هایی که گذاشتید یا فایل های جاوا رو تا زمانی که ماوس حرکت نکنه یا کاربر حرکتی انجام میده کل سایت رو لود نمیکنه. حالا بیشتر مردم اینو دوست ندارن، حالا بعضی هم که سرعتشون خیلی پایینه مجبور به فعال سازی میشن. این قسمت هم که فعال کردیم. بعد از فعال سازی ذخیره رو انجام میدیم، ثبت میکنیم ذخیره بشه که میبینید در اینجا پیام میده 80 ثانیه دیگه فایل ها رو بررسی میکنه و فایل های اضافی و ثابتی CSS های ثابتی رو ایجاد میکنه که سریع در سایت باز بشه. در بخش رسانه فعالسازی رسانه، فعالسازی CSS و بک‌گراند برای عکس‌ها رو و در صورتی که ویدیو دارید این تیکر هم براش فعال میکنید. معمولا افزودن ابعاد تصویر نیازی به فعالسازی نیست چون کیفیت اندازه عکس‌ها رو به هم میریزه.
تصاویری که مثلا بعضی از تصاویر رو میخواید که اصلا مثلا پیشنمای از آیفونیم یا از یوتیوب اومده رو دستکاری نکنه، اینجا هر خط اضافه میکنیم فایل ها رو دستکاری نمیکنه. میریم به قسمت بعد، قسمت پیش بارگذاری. در قسمت پیش بارگذاری صفحات رو به صورت صفحات آماده و سریع آماده میکنه که سرعت رو تا 30 تا 40 برابر افزایش میده. میتونید لینک ها رو هم به پیش بارگذاری کنید. بیشتر در سرچ کنسول ایراد میگیره این سیستم پیشگذاری لینک ها، بهتره که فعالش نکنید. در این قسمت در صورتی که DNS جدا واسش آماده کردید میتونید اضافه کنید. در قسمت فونت های ایرانی معمولا سنگین هستن، میتونید فونت هایی که دارین اینجا اضافه کنید و ذخیره بزنید که باعث سریعتر شدن و لود شدن فونت ها میشه. تا این مرحله که 80% کار انجام شده. قسمت هایی که به کوکی اینا مربوطه لازم به تغییراتی نیست، خودش بهترین تنظیمات رو انجام میده. بخش پایگاه داده فقط بخشایی که بازبینی مثلا پیشنویس میتونید خالی کنید، قبل آن حتما بکاپ بگیرید که امکان داره کلا خرابش کنه و دیگه قابل برگشت هم نخواهد بود. در بخش CDN هم که در صورتی که CDN خریداری کرده باشید از خود شرکت میتونید استفاده کنید. میرسیم به قسمت ضربان. قسمت ضربان بابت محدود کردن مثلا CPU یا منابع هاسته که خیلی مصرف میکنه، بعضی سایت ها خیلی سنگین هم میتونید روی کاهش فعالیت بزنید بدون هیچ دردسری و هیچ تغییری در کار کرد. خیلی بهینه تر استفاده میکنه از منابع هاستتون، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه. در بخش افزونه ها میتونید افزونه مثلا از افزونه WP، بعد افزونه هایی که با این محصول خیلی سازگاری دارن کلود فرید مثلا فعال کنید، میتونید فعال کنید و استفاده کنید. در بخش بهینه سازی هم که یک محصول که مال ایمیج فیم مخصوص شرکت همون WP راکت هستش، میگه اگه میخواید میتونید نصب کنید که به صورت رایگانش تقریبا 200 تا 100 تا عکس اجازه میده، بعد باید پریمیومش رو خریداری کنید. در بخش ابزارها میتونید درون‌ریزی کنید، یه بار که کار انجام ندید خروجی بگیرید یا دوباره مثلا تنظیمات رو وارد کنید و بهینه‌سازی فونت‌های گوگل انجام بدید، لیست کارهایی که شما میتونید انجام بدید. بعد از این کارها به صفحه اول داشبورد برمیگردیم. در این بخش الان 2 تا پیشگذاری مجدد هست اضافه شده و پاکسازی CSS در صورتی نیاز به پاکسازی داره که ابزونه جدیدی یا تغییراتی در دیزاین سایت انجام داده باشه، اگر نیازی دیگه نداره. پیش بارگذاری هم که زمان تعیین کردیم هر ساعت یه بار، در صورتی که ابزونه چیز جدیدی نصب میکنید میتونید یک بار اونو خالی کنید که تغییرات اعمال بشه. ممنون از همراهی شما. ما رو یادتون نره سابسکرایب کنید تو یوتیوب. منتظر آموزش های بعدی ما باشید.